باز من حاجی بابا در اینجا گوسفند در همین لبی باغ گوسفند بستگی من قشقرای بونی حاجی بابا اینا هر ماه یک تکتا میخورید می؟ انشالله البته من نزدیک میاد چه کشتن باز من و قشقرچای مایده بینید اینا قشقری کلونی ما یک و ده یک و 15 بود قدش کلون من همیشه و فروختیم مثال برای همین در کابل فروختیم من همون از بچه های همون باید چخیل دنباش چخیل این نزدیکی به زایده شدگی حالی مایده چه نه زوتیچه من این باز از وقت پیشتر زایده شدگی اینم کلون زوتیچه حالی این یک پیسوری بسیار کلونی باید میشد زوتی کلون ها عجایبه همداران عزیز حاجی بابا یک تاشا کشید یک تاشا فروشید جو یک تا فروختگی چند تا میخرید ها یک تا دوتا میخریم البته یک تا که فروشید دو تا خریده میبرید میمونید فربه میکنید البته علف بملال باغ پوری علف علف چقدر خواهد تابستان و زمستان فقط علف سویج خوردگی اینا همین سال زمستان هم علف سویج فقط به علف سویج نبود علف خشک ندادیم خرید خلاص گپ همین باغ علف پلاف همه 6.5 هکتار 800,000 سومونی سوداش کرده نرخ موندید این صاحب باغ نرخ میموند برای اول نیش زبان ها نیش نزنید همداران عزیز مرحمت کدام خریداری باشد من بینید که یک راحتی جانده کدامتون خریداری کنید آمده اینجا راحت میکنید با فرزندهایتون راحت میکنید با کانترکت ولاژنی میکنید یک پرید دیگر میکنید بس این میکنید دیگر میکنید یک جای استراحت میشد جای گوسفندبانی میشد جای نهال و میوه میشود راحت میکنید دو تا بشکه کلان داریم 25 تنگی دو تا بشکه 50 تن آب دارید 50 تن آب بشکه داریم یک تا واگن برای کارگرا من این خیلی گوسفندخانه تکنیک و چیزام دارید تکنیک نه فقط همه علف دروی و اینو فهمو خب حاجی بابا در پناه خدا باشید